نماز آرامش دلها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ای کسانی که ایمان آورده اید، از شکیبایی و نماز کمک بخواهید. ای برادر مسلمان، هرگاه ترس، غصه و ناامیدی بر تو چیره گشت و گریبانت را گرفت، برخیز و به آداب مسلمانی وضو گیر و بر خاک عبودیت سجده کن. مطمئن باش که با خواندن نماز روحیه، نشاط، آرامش و سعادت به تو لبخند خواهند زد. آری، نماز کلید سعادت، آرامش، نجات و برطرف کننده غمها و نگرانی هاست. مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها میگوید هرگاه امری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را غمگین و پریشان می نمود، به نماز می ایستاد. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز را مایه آسایش و آرامش می دانست و به بلال می فرمود ای بلال، اقامه را بگو تا با خواندن نماز راحت شویم. و می فرمود روشنی چشم من در نماز است. اگر نگاهی به زندگی بسیاری از بزرگان و اندیشمندان اسلامی بیندازیم، در میابیم که آنان هرگاه دچار مشکلی می شدند به نماز می ایستادند. نمازهای پنجگانه در حالت جنگ و چکاچک شمشیرها و فرو ریختن بمب و موشک نیز واجب است، چرا که باعث آرامش و ثبات مجاهدان می گردد. لذا بر نسل معاصر که از مشکلات روحی و روانی زیادی رنج میبرد و مینالد، لازم است تا با مسجد و نماز جماعت آشنا گردد و سعی کند همیشه در مساجد حضور داشته باشد تا هم پیشانی عبودیت بر زمین بساید و رضایت باری تعالی را کسب نماید و هم به آرامش و شفای دل دست یابد. لذا اگر خوب بیندیشیم، پی میبریم که نمازهای پنجگانه یکی از بزرگترین نعمتهای الهی هستند که الله متعال به ما عنایت نموده است. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای کسانی که ایمان آورده اید، از شکیبایی و نماز کمک بخواهید.